سلام بچه ها، چطورین؟ امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه. بچه ها امروز اومدیم در سرور راکستار MTA با یه آموزش جذاب دیگه. بچه ها اگه یادتون باشه ما قبلا میخواستیم گلد بخریم، میرفتیم از سرور بیرون از تو سایت میخریدیم، ولی خب دیگه اینطوری نیست. داخل خود بازی ما میتونیم گلد رو خریداری کنیم و دیگه لازم نیست از سرور بیرون بیایم و بدون هیچ دردسر دیگه. قبل از اینکه بریم بهتون آموزش دهیه بدم، لطفا لایک و سابسکرایب حتما بزنین تا بریم واسه ادامه ویدیو. خب بچه ها، برای اینکه قیمت گلد رو ببینیم اسلش شاپ میزنیم. اسلش شاپ میبینیم که همچین صفحه رو میاره. این صفحه اول که هیچی، میریم تو بخش گلد و مانی. گلد و مانی میبینیم که اینجا لیست گلدا رو میاره. نه میتونیم پولم بخریم و اینجا هر کدوم از این گلدا رو که میخواین بخرین روش کلیک میکنین. مثلا من 40K میخوام بخرم، این دکمه بایه میزنیم، ثبت میکنیم تا لینک به ما بده. اینجا زده 500 و خورده ای هر گونه، اینجا هیچی نوشته 40K گلد. ما کپی لینک رو میزنیم. چی میگه؟ میگه لینک شما کپی شد واسه خرید. خب شما واسه پرداخت این گلد این لینکی کپی کردین و وارد برنامه فایرفاکس یا مثلا داخل برنامه گوگل کروم، آره داخل همچین چیزی میزنیم. یه صفحه پرداخت میاد، ما پرداخت رو میزنیم. حالا من اینجا ویدیو رو کات میکنم، پرداخت رو انجام میدم و میام. خب بچه ها، ما این مبلغ رو پرداخت کردیم. الان یه چی به صورت گیفت واسه مون میاد. نگاه کنید الان ما 70K گلد داریم و الان یه چی به صورت گیفت برامون میاد. بله نگاه کنید یه همچین چیزی میاد براتون. راکستار شاپ اوپن رو میزنیم، میبینین که برامون اینجا 40K گلد اومد. حالا F1 رو میزنیم، میبینین که گلدمون شده 110K الان و میبینین چقدر آسون بود بدون هیچ دردسری. راحت از سرور دیگه نمیخوایم بیایم بیرون، دیگه راحت داخل سرور اسلش شاپ همونجا لینک میده، میذاریم توی یه گوگل کروم یا فایرفاکس فرق نداره. فقط بچه توجه داشته باشین که واسه اینکه میرین توی صفحه پرداخت حتما باید فیلتر شکن یا DNS تون خاموش باشه دیگه. بهتر خاموش باشه دیگه، یا دیدین پول حسابتون رفت و هیچ. حتما این موردها رو چک کنین و همین دیگه. توضیح نمیمونه. اگه سوال چیزی هم داشتین داخل کامنت ها حتما ازم بپرسین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.